آیا شما هم از درد در قفس سینه شکایت دارید؟ سلام، من فیصل زهرایی، دکتر تراپیوت در کلینیک صوفیا می باشم. دردها در قفس سینه نه همه وقت از سبب بیماری های دل می باشد، بلکه سبب های غیر دلی هم دارد، همانند بیماری های شش، بیماری های پلیورا، بیماری های معده و همچنان خود بیماری های نیوریت و میازید. لیکن اگر سن سال شما 40 ساله بالا باشد و دردها در قفس سینه بعد حرکت کردن پیدا شود و شما ادشگاه یا نفس تنگی هم داشته باشید، پس این نشان دهنده بیماری قلبی در شما می باشد و برای درست تشخیص و تبابت نمودن می توانید به کلینیک ما مراجعت نمایید. ما شما را انتظاریم.